لحظه ترور پرزیدنت ترامپ خیلی لحظه خاصیه. شما اگر دقت کنید 2-3 تا صدای تیر در اصل داده شده و هدف سر بوده، یعنی هدف این بوده که کار تموم شه. و این کار رو رفتن که انجام بدن و پسر پرزیدنت ترامپ زد تو صفحش که پدر من با این کارا نمیتونید کاری کنید، پدر من برای آمریکا خواهد جنگید. جنرال فرن به شدت به سرویس مخفی آمریکا حمله کرد و رسما اعلام کرد که شما کار بسیار خطرناکی کردید، چرا حفظ نتونستید بکنید، چرا اینقدر شل، چجوری شده که یه نفر بیاد همچین اتفاقی بعد از جان کندی در همچین اتفاقی رقم بزنه و شلیک کنه. 3 تا گلوله به سمت مغز سر شلیک شده. و صورت ترامپ رو ببینید کاملا میفهمید تو صورت ترامپ اصلا ترس نیست، قدرت، عظمت و انگار که آماده مردن برای آمریکاست. مثلا انگار لحظه که پرچم آمریکا رو بغل میکرد تو اون صحنه داره به صورت ترامپ خیلی مهمه که مشتش رو بلند میکنه. خیلی حرکت خاصیه توی صورت پرزیدنت ترامپ اگر نگاه کنید.